که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیدن یک کسی دعای طولانی میخونه خسته کننده. خب حضرت فرمودن اون خدایی که دعای طولانی رو اجابت میکنه دعاهای کوتاه رو هم اجابت میکنه. بعد فرمودن من خلاصه دعاها رو تو 4 دعا تو 4 جمله براتون بیان میکنم. همینطور اگه کسی یه ذره حافظه داشته باشه حفظ میکنه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله علی کل نعمت. دیگه یه موبایل داشته باشید الان ضبط بکنید دیگه هی پیام ندید که آقا این 4 تا دعا چی شد. الحمدلله علی کل نعمت و اسأل الله من کل خیر و اعوذ بالله من کل شر و استغفر الله من کل ذنب. خدا را ستایش حمد میکنم بر هر نعمتی و از خدا هر خیری رو میخوام و در هر شری من به خدا پناه میبرم و از هر گناهی استغفر الله.